دهقانان ناحیه اشت جمهوری تاجیکستان میگویند که هر سال وضع آبیاری در اینجا بدتر می شود. آنها شکایت دارند که با سبب کم شدن آب زحمت چند ساله آنها زیر خطر مانده، حاصل زردآلو که برای بسیاری ها یگانه راه درآمد می باشد کم شده است. در گرمی تابستان قسم زیادی درختان زردآلو خشک و پژمرده شدند. از همین سبب بسیار دهقانان دیگر خواهش زردآلو پروری ندارند. مثلا یک دهقان که خواجگی غالب شاه را دارد و 9 گکتار باغ زردآلو پرورش میکند میگوید که امسال 10 ها درختش خشک شدند. درختو امسال به نهایت شرایطش وضعی زردآلو همین دونک بوین شد امسال. همین زندآلو کرده گرفته برفتیم خونه و یا اشتکنی برگکنی علاجش نیست، چون که وقتی همین زندآلو قریب پختگینده رسو 28 روزند آب داده. از سبب همین رسو صفت زندآلو پاس شد. من خیلی خیلی که شوید دیده سوی زندآلو 8 سال 10 سال مهنت کرده، همین قوه صرف کرده، ما همین کلون کردیم. اکنون 1 سالانده زیاده از 30% خشک شد. با گفته بسیار دهقانان چنین حالت قریب در همه باغ‌ها دیده می شود. یکی از دهقانان دیگر با نام حکمت الله مشرپو میگوید که باغ او در یک ماه فقط 1 مرتبه آب داده شده است، در حالی که باید کمش 3 بار آب داده میشد. نوابد خیلی دیر مسوس نمیاد، نسوس وارو میشد. یک روز کار کنه 2 روز وارو میشه. چیکار اشونه یک تشون این خیلی میگن، یک تشون وای خیلی میگن. ما هم نفهمید مسکم که چه خیلی به زمستونش ریمو میکنن، مبلغ جدو میکنن، مبلغ او بخیر مردم دوسوس قصدار نه خلق اداره آب با همین نمیدونم که سببش چیه. با گفته ساکنان نه تنها امسال بلکه در 5 سال گذشته وضع آبیاری در منطقه پیوسته بد شده ایستاده است. با همین سبب ضرر مالی دهقانان هم زیادتر می شود. واسه اونجا 8 زندور گرفتیم. این پوگسه میگن. ما 4 کیس آخر نباشیم ما. نمی‌کنیم که زندور شد. چه پوگسی مایدک شد. 8 40 کنن چند میشه 300 کیلو. 300 کیلو دیفروشه 3000. راست خودم بیان نمی‌رم. مجبور کن خودم کارگی لو مسئولیت ده. مینات خودم مسئولیت ده. مقامات میگویند که یکی از سبب‌های کم آبی این کهنه و فرسوده شدن پایگاه‌های آبکشی است. پایگاه اساسی آبکشی ناحیه که از دریای سیر در مسافه 15 کیلومتر آب میکشد 5 سال پیش وقتی که نیروی برق قطع شد از کار ماند. آن وقت مسئولان اداره آبیاری گفته بودند که قبورهای کهنه کفیدند و از همان وقت تا حال وضع کم آبی در ناحیه باز هم بدتر شده است. طبق اطلاعات ها دیده می شود که یکی از سبب های حل نشدن مشکلات کم آبی این کروپسی است، چون که در روزهای اخیر سردار ریاست بهداشت زمین و آبیاری ولایت سوخت با جرم دزدی زیاده از 4 میلیون سومانی که باید برای تعمیر پایگاه های آبکشی اشت صرف می شد بازداشت شده است. ناحیه اشت که 165,000 اهالی دارد اساساً یک منطقه دهقانی است. برای اکثر مردم باغداری یگانه واسطه روزگذرانی است، زیرا در منطقه دیگر جای کار نیست تا زندگی آنها را تأمین کند. اما کم آبی حالا به همین منبع مهم درآمد مردم ضرر می رساند.